به نام خداوند مهربان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. یعنی شما ای امت محمد بهترین امت هستید که برای مردم پدیدار شده اید. امر معروف میکنید، مردم را به سوی کارهای نیک میخوانید و نهی از منکر مینمایید، یعنی از کارهای زشت آنان را باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید و اگر اهل کتاب ایمان می آوردند یقیناً برایشان بهتر بود. برخی از آنان مؤمنند و بیشتر آنان فاسق نافرمانند. آل عمران آیه 110. در آیه دیگر فرموده است: والذین كفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اگر شما ای مؤمنان این عمل را نکنید فتنه و فساد بزرگ در زمین برپا خواهد شد. انفال آیه 73. این آیت زمان نازل شد که عدد مسلمان ها 1400 بود. آنها در احاطه دو تمدن بزرگ بودند. از شرق آنها را تمدن فارسی پیچانیده بود و از غرب تمدن ویزانتی. یعنی مسلمانان بین این دو امپری بزرگ گوناگون ملت همچون قطره بودند و بین موج پرتلاطم این قومیت ها تمدن ها و فرهنگ ها عمر بسر می بردند. آیت مذکور مؤمنان را خطاب دارد که اگر شما به هم الفت نشوید در اطراف عقیده‌ای که خلاصی بشریت و خوشبختی آنان را می‌خواهد جمع نشوید، برنامه زندگی خود را در حیات نداشته باشید، از پی راهنمایی مردم عالم نشوید، حیات نمونوی برای عالمیان پیشکش نکنید، سعی و کوشش برای از تاریکی ها به روشنایی آوردن آنها را نداشته باشید، تصمیم نشر دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در گرد و اطراف جهان نداشته باشید، پس فتنه و فساد بزرگ در زمین برپا خواهد شد. این آیه ها با این گونه سفارش ها برای چی نفرانی گفته شده بود؟ با آنانی که نه دولت داشتند و نه قوه های نظامی داشتند و حتی قسمی از آنان لباس نداشتند که بدنشان را به پررگی پوشاند. قسمی زیادشان طعام شکم سیری نداشتند. خانه ها و بناهای با حشمت چون در ویزانتیه و فارس نداشتند. یعنی نه تنها در نمود ظاهر بلکه در همه معیارها چی مادی و چی معنوی از اطرافیان خود قفا مانده بودند. بله، آنها قامت لاغر داشتند لکن قیمت داشتند. تاریخ بشریت گواه است که قیمت همیشه بر قامت غالب است. خداوند بر آنها خطاب کرده گفته است: ای مسلمانان، اگر بر دعوت به سوی خداوند قائم نباشید، اگر مردم را به سوی یکتاپرستی دعوت نکنید، اگر سوی ایمان دعوت نکنید، اگر به گردن فراوردن به سوی فرمانهای الهی دعوت نکنید، اگر به سوی معبود حقیقی و یگانه مردم را فرا نخوانید، میدانید که نتیجه این بی‌پروایی شما نسبت دعوت چی پیامدها خواهد داشت؟ انسانیت به بنبست گرفتار می شود. بنبست اخلاقی، مادی، دینی، معنوی و اجتماعی، اقتصادی و غیرها. آدم کشی، بد اخلاقی، خونریزی، شهوت پرستی، مال پرستی، خود پرستی و ظلم و ستم. اگر شما وظیفه خود را اجرا نکنید، فرجام کار بشر همین خواهد بود. این توده مردم توانست با پیاده نمودن فرمان الهی جامعه نمونوی سازد. سبب کامیابی آنها در لجام زدن هوای نفس و دوری از غرضهای قومی و قبیلوی و نژاد پرستی بود که در نتیجه توانستند
جامعه نمونوی برپا نمایند که به نفع انسانیت بود.